جهت دقیقا جای این نخود چی میتونن بازی کنن؟ آقا سنتو به مثال سنونی خورم. سن مهم نیست، من از درون خیلی جوونم. آقا مهدی زهر فیلم نجیش. سلام کیف احوال؟ سلام. بگو کیف احوالو بگو. چرا ناراحتی؟ اومدم مدرسه فوتبال ثبت نام کنم. خب آقای مربی احمق بازی در درست نمیذاره من برم تو. عزیز من آقا سانس من اندازی اون نخود نونهالانه کدوم؟ نه. آره به خدا ندیستی اندازه شورت من فقط. بابا چی میگی تو؟ خب سانس نونهالانه، سانس سن شما به اینا نمیخوره. میگم به سن شما اینجا احمق اینا خردسالانه. چیه؟ نونهالان یه رنگ بالاتره. و میدونستی اومد اینجا بازی کنی؟ آره. شعورت پس میرسه خودت زدی به بیشور. فوتبالم در حد همیناست. نه آها چون فوتبالت ضعیفه. لای پایی رد میکنن گذاشته رو ازم. او بلدی؟ ثبت نام کردم. بلدی؟ نه. یه کاری الان کردی؟ الکی بود؟ پلی استیشن. چی؟ دست خوبه دست. نفس میزنی شکمتو کن. چاق شدی. بزن ببینم. بزن. زود باش ببینم چی بلدی. اوه آخ تا نصفه تونست. صورت بیسری. خیلی احمقی. شکمتو آب کن. خودت چشیدی؟ مسکل چیزی هستی همون؟ چی سلام آمدی؟ چی رو کشیده؟ اما ریش سیبیل در نمیاره با خوبکار برای خودش چیز چشیده. مجسمه است پیریک میریک زدی چی؟ نه داره چتاب میکنه. چلیده و دمنه میکنه. باشه بریم. بازنشسته شدیم این نشستی تو پارک. باشو. بلو هیچ چنینی از من فیلم نجی.